یه پیکان ایرانی 40 سال قبل از تسلا هوشمند شده بود. سال 1360 یه مهندس خفن ایرانی به اسم همافر محمد اخباراتی یه پیکان معمولی رو تبدیل کرد به چیزی که حتی امروز هم عجیب به نظر میرسه. استارت بزن، موتور روشن کن، در کاپوتو باز بکن. خودش استارت میزنه، موتور روشن میکنه. وقتی که روشن شد توی همون لحظه استارت هم قطع میکنه. آب که میریزیم روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره و شیشه رو خودش تمیز میکنه. این ماشین الان تلویزیون داره، تلویزیونش خودم ساختم که حین حرکت هم کانالای شبکه‌ای که خود پرستنده میفرسته توی حرکت حتی میشه تماشا کرد در هنگام رانندگی. کنترل صوتی داشت، هشدار خواب آلودگی راننده، تشخیص فاصله با ماشین جلویی، برف واکن هوشمند، قفل مرکزی، درب کاپوت اتومات، صفحه نمایش، سیستم ضد سرقت، همه اینها رو روی یک پیکان اجرا کرد. یعنی دقیقاً امکاناتی که الان فقط تو تسلا و مرسدس میبینی اون زمان تو یک گاراژ ایرانی ساخته شده بود. نه اینترنت بود، نه هوش مصنوعی، فقط خلاقیت. اما هیچ حمایتی نشد. پروژه متوقف شد و پیکان هوشمند شد یه افسانه فراموش شده. به نظرت اگه اون موقع حمایت میشد الان ایران جلوتر از تسلا نبود؟